روزی روزگاری کدخدا و ریس ریس اجناس فینیتو را گران همی کردندی و حالی هم ریختن زدن چپقش را چاق همی کردندی. خداست دشمن ما همینجاست، ریس ریس و کدخداست. ای کدخدای جانی بس دیگه گرانی. آهای اهالی فینیتو، این که دعوا نداره، بیایید ریس ریس میخواد رایانه ببخشید یارانه به شما همی بدهندی. اهای اهالی فینیتو، بیایید میخواهم 400 چوق به شما یارانه همی بدهمندی. نام و نام خانوادگیت را بگو. سفرقلی فینیتو زاده. چی؟ سفرقلی؟ متاسفانه این یارانه به کسانی که اسمشان سفرقلی است تعلق همی نمیگیرندی. نفر بعدی. شما که مرغ همی دارندی، به کسانی که مرغ دارندی یارانه تعلق نمیگیرندی. نفر بعدی. نام و نام خانوادگی. صاحب مراد فینیتو نژاد. وزن 70 کیلو. متاسفانه این یارانه به دهکه های بالای 40 کیلو تعلق نمیگیرندی. خب اهالی فینیتو، حالا که یارانه هایتان را گرفتید بروید خرید کنید. من گفتم بقالی ها ساعت کارشان را همی بالا ببرندی تا مشکل خرید نداشته باشندی. توپ تاک فشفشه، کدخدا باید گم بشه. نون و پنیر و ریحون، کدخدا گم شو بیرون. توپ تاک. این هم جواب اهالی و کدخدای دبنگ.